برای افطار زولبیا بامیه بازاری نخر. بیا این بامیه عربی بی‌نظیر رو توی خونه با کمترین هزینه و مواد قابل دسترس درستش کن که از بازاری هم خوشمزه تره. نصف لیوان آرد، خمیرمایه و ماست رو با هم مخلوط کنید و 1 ساعت توی دمای آشپزخونه قرار بدید. توی این فاصله آب، شکر، زعفرون، پودر هل و گل محمدی یا گلاب رو داخل ظرف بریزید بدون اینکه هم بزنید. روی حرارت بذارید. بعد از اینکه غلیظ شد از روی حرارت بردارید تا خنک شه. بعد از 1 ساعت بقیه آرد و زعفرون رو به خمیر اضافه کنید و هم بزنید. خمیر به این غلظت رسید نصف لیوان آب ولرم رو توی چند مرحله بهش اضافه کنید و هم بزنید. این خمیر نه سفته نه شل. ببینید نیم ساعت دیگه استراحت بدید و توی قیف بریزید. من از ماسوره درشت استفاده کردم. شما میتونید ریز رو انتخاب کنید و داخل روغن داغ به این شکل که میبینید ماسوره بزنید. یک طرف بامیه سرخ شد برگردونید که طرف بعدی هم سرخ شه. بعد از سرخ شدن از تاب خارج و داخل شربت سرد شده بذارید. کامل که به شهد آغشته شد توی ظرف سرو قرار بدید و با مغزیجات دلخواهتون گارنیش کنید. این بامیه رو هر طوری درستش کنی خوشمزه است. فقط یه سری نکات طلایی داره که کپشن رو حتما بخون. بعدش درستش کن و از خودتون مهمونا پذیرایی کن. نوش جونتون باشه.